أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أثر الذنوب على القلوب، أثرهای تأثیرهای گناه ها در قلب انسان. عباره رو میخونیم، متن عربی رو میخونیم و شرح میکنیم تا اینکه فهمیم. الله برای ما و شما ميسر وأصون وبردوام گرداند. آمين. واعلم، پس بدان، فکر کن، أنه إذا كان لك وكيل يحاسب نفسه ويحققها. فکر کن یکی از شما در نزد خود یک وکیل، یاردمچی، دست راست خود را دارد. این دست راست شما، وکیل شما، یاردمچی شما، کار خود را به درستی انجام میدهد. تمام کارهایی که میکند، طرف مثبت و منفیش رو هر روز چیکار میکند؟ محاسبه میکند. چرا به دست آورد، چرا به دست نآورد. همه این چیز رو به یعنی که رفتار دقیق حساب میکند. حساب کتابش رو خوشرو به انجام میبرد. پس شما این وکیل خود را چیکار نمیکنید؟ فانت لا تحاسبه لمحاسبته نفسه. برای که این وکیل دست راست شما، یاردمچی شما، کار خود را خوب میکند، شما این را به حساب نمیکشید. و اگر شما یک وکیل داشته باشید که و این کان وکیلا غیر محقق لنفسه، پس شما یک وکیل دارید که این وکیل کار خود را خوشروی به انجام نمیبرد، به درستی انجام نمیدهد. شما چیکار میکنید؟ هر وقت فانت تحاسبه و تحققه، هر وقت اون رو چیکار میکنید؟ نظارت میکنید و کارهایی که کردگی است به حساب میکشید. برای چی؟ برای که این کار خود رو خوب نمیکند، حسابش رو خوب نمیکند. و تبالغ فی محاسبته، حتی هنگامی که به حساب میکشید مسئله حساب رو دقیق انجام میدید، مبالغه میکنید. فعلى هذا، پس ينبغي أن يكون عملك كله لله تعالى. پس عملهایی که اجرا کردیم تنها برای رضای خداوند با کمال راستکاری انجام دهیم. ولا ترى أنك تفعل فعلا فإن الله تعالى لا يحاسبك ولا يحققك. تمام کارهایی که کردیم در این دنیا باید این کارها رو برای راضی شدن الله باید انجام دهیم. اگر ما این کار رو همین طور انجام دهیم، خداوند ما رو به حساب نمیکشد، خداوند ما رو نظارت نمیکند، خداوند ما رو به حساب نمیکشد. برای که ما نفس خود را به حساب میکشیم. کارهایی که خوب کردیم، پس از این کار خوب خداوند رو شکر میکنیم. کارهایی که اگر بد کرده باشیم، پشیمانی رو اظهار میکنیم و نفسمون رو تحقیر میکنیم و توبه میکنیم. در این حالت الله ما را به حساب دقیق حساب نمیکند، ما را میبخشد. اگر نه برعکس، کارهایی که کردیم به حساب نکشیم، کارهایی که کردیم فکر نکنیم، خداوند به حساب دقیق حساب میبیند. که در این حالت یگان کس جواب داده نمیتواند، یگان کس خود را نجات داده نمیتواند، با مال، با پول، با یگان چیز دیگر. و اذا وقع من العبد ذنب، هنگامی که یک بنده گناه میکند، فکر میکند که هیچی نمیشود. بعضا انسان گناه میکند، فکر میکند که هیچی نشد، حیاتش مثل حیات پیشینه دوام داده ایستاده است. فکر میکند نه. هنگامی که بنده از بنده یک گناه، ذنبون، یک گناهی که نوعی گناه را بیان نکرد امام، یکی از گناه ها را هنگامی که کرد و از بنده این گناه صادر شد، به میدان آمد، برابر با این گناه وقع معه ظلمتون، در قلب این بنده یک تاریکی، ظلمت پیدا می شود، یک تاریکی پیدا می شود. فمثال المعصیه کالنار، گناه مثل آتش است. گناه، بله، گناه به چی مانند است؟ مانند به آتش است. آتش رو فکر کنید، ماهیت آتش چی است؟ سوزاندن، یک چیز رو نیست کردن، یک چیز رو نابود کردن. هنگامی که در یک آتش شما یک کاغذ رو گرفتید، در آتش پرتافتید و این کاغذ چی می شود؟ می سوزد، میره. بله، گناه هم مثل آتش است. گناه مثل آتش. هنگامی که انسان گناه میکند، یک تاریکی در قلب پیدا میشه. حسیات ها و فکرهای و عملهایی که نیکی بود در قلب انسان، همش رو میسوزاند، نیست میکند. حساسیت هایی که دینی بود، مفکوری که دینی بود، این اخلاق ها رو نیست و نابود میکند گناه. بله. و ظلمت دخانها، این تاریکی، ظلمتی که در قلب انسان پیدا شد، دود گناه هست. گناه گفتم مثل آتش است، تاریکی در قلب انسان پیدا میشه، این دود آتش است. کمن اوقد فی بیت 70 سنه، اگر یک کس رو دیدید که 70 سال در خانهش آتش افزود، 70 سال در خانهش آتش رو افزود، خانهش رو درگیراند، فکر کنید الا ترى یسود، این خانه سیاه نمی شود؟ بله، این خانه سیاه می شود. قلب انسان هم مثل همین است. 70 سال
60 سال 50 سال 40 سال زندگانی میکند، گناه را تکرار 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 گناه میکند. قلب خود را مثل همون خانه ای که سیب سیاه بود، مثل خانه ای که 70 سال آتش زده، مثل همون خانه میشد قلب انسان گناه میکند، باید توبه کند، باید قلبش را تازه کند. هنگامی که یک بار آتش به خانه آتش زد مثلا انسان، دیگر آتش نزند که خانه در نگیرد، خانه سیاه نشود، خانه نابود نشود. غیر از شرک خداوند بزرگ تمام گناه ها را عفو میکند گفتگی است. لیکن هنگامی که توبه میکند شرط های توبه را انسان به جای بیاورد. مثلا انسان زنا کرد، انسان دزدی کرد، انسان حق دیگر انسان را خورد، به اجازت وی یک مالش را گرفت استفاده برد، باید مال را بازگرداند، با جایش باید رساند. یک انسان رو غیبت کرد، پس باید به نزد انسان رفت، باید عذر خواست که من در حق تو این سخنهای بد را گفتم، وگرنه توبه کردگی نمیشود. هنگامی که انسان توبه کرد، پس از توبه دوباره این کاری که خطایی کرد نباید تکرار کند، نباید تکرار. هنگامی که تکرار کرد چیکار میکند؟ باید زیادتر پشیمان شود و از خداوند برای ترک کردن این حال، این عمل از خداوند زاری و طلب کند که دعا کند که خداوند این را از این حالت بد دور کند. بله، كذلك القلب يسود بالمعصیه، قلب هم نیز با گناه سیاه می شود. فلا يطهر الا بالتوبه الى الله تعالی، پاک شدن قلب از این سیاهی، از این گناه ها با توبه امکان پذیر است. تنها با توبه ممکن است، با دیگر چیز ممکن نیست. فصار الذل والظلمه والحجاب مقارنا للمعصیه، برابر با این گناه ذلیلی، پستی و پرده ها پیدا می شود و تاریکی ها پیدا می شود. انسان هنگامی که گناه کرد فکر میکند که هیچ چیز نشده است. نه، در قلب تاریکی و پرده بین بنده و الله، یک پرده، یک دیوار، یک پرده. چی گفتین گپ است؟ پرده را وقتی که در خانه میمانید، در آینه، در ویرانده، در آمدن آفتاب را منع میکند. در قلب انسان یک پرده شد، رحمت، نیکی های، برکت خداوند از وی دور می شود. و ذل در نزد الله یک شخص ذلیل، یک شخصی که حقیر می شود انسان. الله ما و شما را، نسلمان را، عائله‌مان را از معصیت دور گرداند. برای ما و شما زندگی اسلامی، فکر اسلامی، اخلاق اسلامی نصیب و میسر گرداند. آمین. فاذا تبت الى الله تعالی، اگر انسان به الله توبه کند، پس الله زالت آثار الذنوب، همه این اثرهایی که گناه در قلب انسان آورده بود، همه‌اش را الله متعال چی میکند؟ دور میکند. اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور الله، از فراست مؤمن حذر کنید، ترسید. فانه ينظر بنور الله، برای که این مؤمن با نور خداوند نگاه میکنه. اگر انسان حیاتش را با ذکر، حیاتش را با تفکر دوام دهد، الله برای وی دو چشم قلبش را میکشد، دو چشم قلبش را میکشد. ما فکر میکنیم که چشم فقط در سر است. نه، قلب انسان هم یک چشم دارد. این را فراست نامید، بصیره میگویند به زبان عربی. فراست. الله برای ما و شما فراست نصیب گرداند. ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا، اگر ما و شما از الله بترسیم، یعنی که تقوا، صاحب تقوا باشیم، امرهای الله را به جای بیاریم، از نهیهای خداوند دور باشیم، در این حالت در قلب ما الله متعال فرقان، یعنی که فراست را، بصیرت را نصیب میگرداند. والحمد لله رب العالمین.